دوستان عزیزم سلام. جلسه چهارممون رو شروع می‌کنیم با چند تا سوالی که توی جلسه دوم و سوم یاد گرفته بودیم و در کنار اون چند تا سوال دیگر رو هم حتما یاد خواهیم گرفت و با هم دیگه در انتهای این ویدیو یه ویدیوی کوچیکی رو نگاه می‌کنیم مربوط به تمامی چیزهایی که امروز یاد می‌گیریم. سوال اولی رو که داشتیم که تو جلسه سوم یاد گرفته بودیم سوال وی هایسنزی بود. وی هایسنزی، وی هایسنزی، اسم شما چیه؟ وی هایسنزی. در جواب سه حالت میتونیم داشته باشیم. حالت اول ich heiße، ich heiße یعنی من نام دارم. ich heiße، ich heiße نائم، ich heiße نائم، ich heiße Anna، ich heiße Anna و یا ich heiße Anna Müller. ich heiße Anna Müller. من نام دارم. میتونیم نام خانوادگیمون رو بیاریم، میتونیم ناممون رو به تنهایی بگیم و یا نام و نام خانوادگیمون رو با هم دیگه. قسمت بعدی جواب دومی که توی این سوال میتونه بیاد جواب ich bin هست. ich bin، من هستم. ich bin نائم، ich bin Anna، ich bin Anna Müller. میتونیم باز هم مثل حالت بالا یا نام خانوادگی و یا هر دوش رو با هم دیگه بیاریم. و در انتها mein Name ist، mein Name ist همون نام من هست. mein Name ist، mein Name ist نائم قربانپور. mein Name ist نائم قربانپور. پس ich bin نائم، ich heiße نائم یا mein Name ist قربانپور. mein Name ist نائم قربانپور. توی حالت mein Name ist یا نام خانوادگی با هم دیگه میاد و یا فقط نام خانوادگی. اسم کوچیکمون رو به تنهایی توی این حالت نمیاریم. به خاطر همین یک سوال دیگه ای هستش. سوال دوم رو اگر نگاه بکنید wie ist ihr Vorname، wie ist ihr Vorname. Vorname یعنی اسم کوچیک. اسم کوچیک شما چیه؟ Wie ist ihr Vorname. اون ihr یعنی مال شما. Wie ist ihr Vorname. دقت بکنید ihr با آی بزرگ و Vorname هم با حرف فاو یا حرف وی بزرگ نوشته شده. Wie ist ihr Vorname. Mein Vorname ist، mein Vorname ist اسم کوچیک من هست. Mein Vorname ist، mein Vorname ist Naim یا mein Vorname ist Anna. و سوال بعدی wie ist ihr Nachname. Nachname صدای خ میده. Nachname اینکه چرا حرف سه ها یا حرف سی اچ اینجا صدای خ میده با هم دیگه یاد میگیریم. Nachname نام خانوادگی. Wie ist ihr Nachname. Mein Nachname ist، mein Nachname ist، mein Nachname ist قربانپور. mein Nachname ist قربانپور. و اگر بخوایم این دو تا جواب رو در کنار هم دیگه بیاریم میگیم mein Vorname ist und mein Nachname ist. تکرار بکنید. mein Vorname ist bla 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 und mein Nachname ist bla bla bla. دقیقاً. به عنوان مثال mein Vorname ist Naim und mein Nachname ist قربانپور. شما به جاش نام و نام خانوادگی خودتون رو بگید. mein Vorname ist Naim und mein Nachname ist قربانپور. تکرار کنید. کاملا درسته. mein Vorname ist und mein Nachname ist. سوال بعدی wo wohnen Sie. wo wohnen Sie. wo wohnen Sie. ببینید من نمیگم wohnen، wohnen، wohnen. حرف ها یا حرف اچ همون نمیخونم یا نمیگم و حرف او یه ذره کشیده تر میکنم به جاش. wohnen، wohnen. wo wohnen Sie. wo wohnen Sie. wo wohnen Sie. شما ساکن کجا هستید؟ و کجا، wohnen ساکن بودن و زی با اس بزرگ یعنی شما. و wohnen Sie. شما ساکن کجا هستید؟ ich wohne in، ich wohne in. من ساکن هستم در. ich wohne in، ich wohne in Teheran.
دقت بکنید تهران. من نمیگم تهران، حرف ها رو نمیگم، به جاش ای رو کشیده میکنم. تهران. Ich wohne in Teheran. تکرار کنید. Ich wohne in Teheran. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Teheran. Ich wohne in Hamburg. Ich wohne in Hamburg. سوال بعدی که تو جلسه سوم هم یاد گرفته بودیمش، woher kommen Sie؟ woher. woher. دقت کنید انتهای صدای منو. woher. woher. خب حرف اغ رو من نمیگم woher. woher غلطه. woher انتها به حرف ا ختم میشه و یه ذره رو به بالا میره صدامون. woher. woher kommen Sie؟ woher kommen Sie؟ woher kommen Sie؟ woher یعنی از کجا. kommen یعنی آمدن و زی باعث بزرگ خوندیم یعنی شما. woher kommen Sie؟ شما از کجا میایید؟ یا اصطلاحاً شما اهل کجایید؟ شما ملیتتون چیه؟ woher kommen Sie؟ ich komme aus. aus یعنی از. ich komme aus. من میام از یا من هستم اهله. ich komme aus dem Iran. ich komme aus dem Iran. خب وقتی میخوایم بگیم من اهل ایران هستم، از کلمه دم قبل از حرف یا قبل از کلمه ایران استفاده میکنیم. برای چی؟ میخونیم توی جلسات بعدی. ich komme aus dem Iran. ich komme aus Deutschland. Deutschland به معنی آلمان. Deutschland. Deutschland خونده بودیم حرف ای و او صدای اوی میده. دوی. دوی. ت اس ها صدای چه میده. Deutsch. Deutschland. Deutschland. Ich komme aus Deutschland. خب اگر بخوایم همه این جواب ها رو در کنار هم دیگه قرار بدیم به این شکل میشه. Mein Vorname ist bla 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 und mein Nachname ist bla bla bla. Ich komme aus bla 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 und ich wohne in bla bla bla. Und Sie و شما. und Sie و شما. خب یه بار دیگه من میخونم با مشخصات خودم و بعدش از شما خواهش میکنم که شما خودتون رو معرفی کنید. Mein Vorname ist Naim und mein Nachname ist Orbanpur. Ich komme aus dem Iran und ich wohne in Deutschland. Und Sie و شما خودتون رو معرفی کنید. خیلی عالیه. مرسی. خب دوستان من، این درس امروز ما بودش. خوندن این 4 تا سوال. Wie heißen Sie؟ Wie ist Ihr Vorname؟ Wie ist Ihr Nachname؟ Wo wohnen Sie؟ Und woher kommen Sie؟ و جواب‌های اینها رو یاد گرفتیم. اگر بخوایم به صورت کلی همه این جواب‌ها رو کنار همدیگه قرار بدیم. Mein Vorname ist Naim und mein Nachname ist Orbanpur. Ich komme aus dem Iran und ich wohne in Teheran. Und Sie? خیلی عالیه. ممنون. برای انتهای این جلسمون من یه فیلم کوتاهی رو آماده کردم. این فیلم رو با هم دیگه می‌بینیم و بعدش برای جلسه آینده سوال جواب‌های بیشتر و سوال جواب‌های جدیدتری رو یاد خواهیم گرفت.
Guten Tag, wie heißen Sie? Ich heiße Melanie. Und wie heißen Sie? Ich bin Leonie. Guten Tag, wie heißen Sie? Ich heiße Melanie. Und wie heißen Sie? Ich bin Leonie. Guten Tag, wie heißen Sie? Ich heiße Melanie. Und wie heißen Sie? Ich bin Leonie. Guten Morgen, heißt du Nina? Nein, ich heiße Katharina. Und du, bist du Veronika? Nein, ich heiße Monika. Guten Morgen, heißt du Nina? Nein, ich heiße Katharina. Und du, bist du Veronika? Nein, ich heiße Monika. Guten Morgen, heißt du Nina? Nein, ich heiße Katharina. Und du, bist du Veronika? Nein, ich heiße Monika. خب این جلسه آموزشی امروزمون بود. خوشحال میشم که نظرهای خودتون رو برای من بنویسید زیر این ویدیو و همچنین کانال ما رو سابسکرایب بکنید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.